بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 23 شهریور 1403 هستیم. ما در ایران، استان قزوین، علمود شرقی، روستای لامان. امروز ما حمام نمک گرفتیم. این دومین روزه که یه روز در میان حمام نمک انجام دادیم. 12 تا فایده حمام نمک داره که دوستان میتونن سرچ بکنن در گوگل و مزایا مراقب بشن. چند تا که من الان بتونم در این وقت کم عرض بکنم. یکی این که استرس ماهی رو کم میکنه. ماهی استرس از بین میره، آب ماهی رو صاف میکنه. این غذایی که شما میبینید همه رو از بین میبره. تقریبا اگر 3 دوره پشت سر هم بزنید که کلا نابود میکنه غذا رو. بعد یک ضدعفونی طبیعی ارگانیکه. اینجا یک از مزایایی که کمتر داروی شیمیایی استفاده میشه، البته داروی شیمیایی مجاز که خود اداره شیلات تحویل میده، یعنی تجویز میکنه، تحویل که نه تجویز میکنه. الان این ماهی‌ها اینجا که این محصول ارگانیکه، یک از فوایدش این که بیماری ایک، قاچای پوستی که روی ماهی اگه داشته باشه از بین میبره. آفتاب سوختگی اگه داشته باشه اونها رو ترمیم میکنه. انگلایی که تو ماهی هست همه رو از بین میبره. بعد ماهی بسیار گوشش سفت میشه، خوشخوراک میشه، اشتهای ماهی باز میشه. هم اشتهای ماهی باز میشه، همین که ماهی گوشت سفت میشه، خوشمزه میشه. و اگر نمک مناسب استفاده بشه این ماهی ها تو آشپزخانه بو هم نمیندازه. بعد الان شما ملاحظه میکنید که ماهی ها خودشون چسباندن به نمک. اینجا دارن روی نمک به قول ما رژه میرن. اینا سطح آب کم کم میاد بالا و این باعث میشه که دوره حمام نمک تکمیل میشه. البته معمولا میگن 3 دوره پشت سر هم قرار بدید، 3 روز پشت سر هم. منتها ما دیگه اکتفا کردیم 2 روز قرار بدیم. این آخرین روزی که میخوایم ماهی‌ها اصلا با حضور حضرت که حمام نمک میگیریم. اینجا مزرعه آقای دکتر عسکری و این جانب نظرعلی پیشرویان برکی هستیم که به اتفاق هم داریم کار میکنیم اینجا. و متاسفانه این پلشماهی دچار یه سیل سنگینی از جایی که اصلا نباید سیل میامد شد که ما بعد از سیل نودن کلی ماهی از دست دادیم. این 4 تا استخر، 3 تا استخری که الان میبینید همه ماهیشون از بین رفتن. این 3 تا استخر، 4 تا استخر ماهیشون یکم موندن. همین ماهی که الان هست از سیل در آوردیم، از گل و لای در آوردیم، گل خالص رفتیم توی استخرهای صاف. ماهی زنده مونده. انشالله از 25-26 فروش رو با هماهنگی که با دکتر عسکری کردیم شروع میکنیم. و این فیلم رو میگیرم برای اینستا، برای یوتیوب، برای تلگرام، برای فضای مجازی. با ما همراه باشید که ما همیشه این مسیر رو مسائل اینجا رو فیلمبرداری میکنیم. از امروز که شروع کردیم دیگه ادامه میدیم. روزانه کار کرده، مثلا نحوه غذا دادن، موقع غذا دادن، حمام نمک کردن، پاک کردن استخر، فروش ماهی، پاک کردن ماهی، خلاصه چیزایی هست، مسائلی هست که به مرور اینجا ما چیکار میکنیم در طول روز کاربرد داره. فیلم میگیریم و انجام میدیم. همونطوری که عرض کردم سیل سنگینی آمد. متاسفانه در مورد سیل باید توضیح مختصری بعداً بدم به شما، چون جایی که همین الان که عزیز ما داره میاد از همینجا سیل آمد تو. آب گل آمد تو، آب گل و لای آمد تو، گل لای آمد تو و سقف پر کرد. باید یه فیلم جداگانه بگیرم و فیلم های اون براشمایی انجام دم. ادلسم که اداره را به جای اینکه این دره دقل دست ما هستش بیاد دره رو پل بذاره یا سنگ فرش بود قبلا، آمده 4 تا 7 تا لوله گذاشته و
پشت لوله سنگ و درخت و شاخه‌های درخت پر شد. آب برگشت رفت تو زمین‌های اطراف سمت غربی و از توی باغا آمد ریخت تو اینجا و متاسفانه ما 13 تا ماهی از دست دادیم و چی در 10 میلیارد تومان ما خسارت دیدیم اینجا که الحمدلله خداوند لطف کرد دوباره سرپا وایسادیم. الان ماهی هایی که باقی مونده رو ما هم چیکار کنیم ان شاءالله به زودی برسیم. الان پرواری حدوداً از 1 کیلو خورده هست و 800 بالا هست. البته ریستر هم داریم ولی خب این چیزی نیست که ما بخوایم از اون هم یک جا بفروشیم. این ماهی کم کم غذا میخوره رشد میکنه. تا امروز که ما روزی یک بار بخاطر هوای گرم غذا میدادیم، از امروز شروع میکنیم به یعنی از 4 روز آینده شروع میکنیم به 2 بار غذا دادن. یعنی همون نمایتاری 2 بار غذا میدیم. قربون همگی شما. امروز فیلم رو تمام میکنیم. همون نمک که دیدید اون چند استق مونده برای فردا که فردا هم فیلم میگیریم. خدا حافظ. التماس صاحب پیشرویان هستم. یک از شرکای پرستمایی آقای دکتر عسکری هم جاش خالیه اینجا، اونم شریک اینجاست، تاج سر ماست و ما با وجود ایشان افتخار میکنیم و اینجا در حال تولید هستیم. انشاءالله دعا کنید که تولید اینجا سطحش بره بالا. اگر این ما 30,000 تا 28,000 تا 30,000 تا ماهی ریختیم، اگر این 28,000 تا ماهی میمون خب خیلی برای مشکلات ما حل میشد. الان کلی موضوعات داریم که اینجا باید ساخته بشه. فاز 1 داریم، فاز 2 داریم، استخر نیم دایره داخل آب داریم. اینا همین نیم کار مونده. ما امیدوارم اول خدا بعد بازم خدا ولی اگه اون پول سیل نمی‌برد یه مقدار بخشی از این کارهای ما اینجا انجام میشد و ما میتونستیم همونطور از طبیعت استفاده میکنید ما میتونستیم چیکار کنیم اینجا رو با اون درآمدین بسازیم. حالا اینجا که متأسفانه فاز 2 که متأسفانه سیل تخریب کرده، فعلا پول نداریم اینجا رو بسازیم. انشالله که خداوند لطف کنه تولید ما بالا بره و بتونیم چیکار کنیم اینجا رو فاز 2 هم راه اندازی کنیم. خدا نگهدار همگی شما. خدا حافظ.